شانده تایبت سروک روسیا بو سوریه گوت روسیا هول دیده هیزن سوریا دیموکراتیک تبلی چکدارین رژیم اسد بکه و هر دو ببنه یک هیز و دبن فرمانا رژیم اسد ده کار بکن. الکساندر لاورینتیو شانده تایبت ولادیمیر پوتین سروک روسیا بو سوریه جبوی اژانسا نووستی گوت روسیا هول دیده ترکیه اپراسیون لشکری لسر باکور سوریه انجام نده جبر باندور و نرینی به لسر ترکیه. هروها لاورینتیو گوت روسیا لدانوستاندن آستانا تبای هولن خوخست نگر دا کوریگریه لأوپراسیونه بکه. روسیا ده منها ده هول دیده کو قصد تبلی چکدارین رژیم اسد ببه دا کو تبای خاک سوریه ببه یک پرچه. الهام احمد سروک انجمن سوریا دیموکراتیک مسده برسبا و خوندنو بانگا روسیا دا و گوت دبلیبونا قصده بوناوا چکدارین رژیم اسد لگوری هنک میکانیزم بینگا وکه گلک ارینیو باشه. هروها الهام احمد گوت قصده نافچه پاراستنه بویا جمارهک وکه هیز ده سوریه ده تو آلیک ناخوازه دجمناتی بقصده ربکه و قصده بویا هیزکه شرعیان افدولتی. افگوتنا الهام احمد پشتیوه کتی که بر پرسیارین قصده و پیده بانگل رژیم اسد کرن که هماهنگی بکن و رژیم اسد چکن گران بین نافچین سینوری به ترکیه را لرکفتا هفته مها حزیرانی سرکردایتی قصده بسروکاتی مظلوم عبده بانگ لرژیم اسد کرد تا کوچکدارن خو بین نافچین روجاوای کردستان ین هف سینوری به ترکیه را گوت او آمادنه لگل رژیم اسد دروی هر اپراسیون که ترکی در راوستن. دوی بشار الاسد قصده بعمالت انگو سیخوری تومد بارکروبو گوت کو اجندین داگیرکرین سوریه بجیدکن جارکدن قصده دریا فرهاد شامی بردفكي قصده بانگ لرژیم اسد كر كو چکدارن خو بشين نافچين كردي. مشكلة الاحتلال أي احتلال في أي بلد أو أي غزو هي ليس الغزو بحد ذاته مهما كان الجيش كبير. المشكلة هي العملاء الذين يسيرون مع الغازي. هنا تكمن المشكلة وهذا موجود في سوريا. هناك قوة تعمل تحت سلطة الأمريكي بالنيابة عنه ضد وحدة المجتمع السوري. جاء آلی خواه آلدار خلیل جی بانگ لرژیم اسد کربو کود زوترین دمده چکن گران و گوهزه نافچین کردین هیلن تماسه بگروپین چکداره. حماية الحدود هي من مهمة الحكومة المركزية من مهمة دمشق. قوات سوريا الديمقراطية هي قوات تعني بحماية مناطق شمال وشرق سوريا. دوی بانگن قصد و پیده بو رژیم قصد ریگری لدرباسبونا چکدارین رژیم اسد لباجاری من بجه کربو که دخستن درباسی نافچین سینوری به ترکیه را ببین. اف بخواه دروست کرنا بهانه یانه بو ترکیه دا کو درباسی و نافچیان ببه.